بر اثر سوختار در بینای بلندشانه رقم 10 میکروناحی 20 شهر خوجند بیش از 10 خانه کاملا به کام آتش رفته و تقریبا به نصف باشندگان آن صدها هزار سامانی زیان مالی رسانیده است. هرچند تلفات جانی یا زخم برداشتگان از این حادثه به قید گرفته نشدند، ولی چند روز است که ساکنان آن از جای زیست خود محروم شدند. خواهش میکنیم که حکومت یاردم کنند با ما خود رسپران نکنه. من این طرف همین ویت شده آمد دیوان کریسو stol Stol, stul, 4 تا stol, 1 تا stol kalan. Холодильник, televizor, divan yakdı. سوختار سبب پیدایش آتش و عاملان آن معلوم نشدند. Yakas kabel anteni avcı orlanımsı söktüğümde yakas gaz kırdıgımda uzmanım. این بنا با تهخانه‌اش از 7 قبت عبارت است و سوختار در یکی از حجره‌های قبت هفتمین بنا سر زده به حجره‌های دیگر دامن پهن کرده است. در این بنا 160 خانواده زندگی می‌کنند و این حادثه نصف زیادی آن را به تشویش انداخته است. به سبب سوختار حالا بالای بنا گشوده شده و باران و شمال به خانه‌های آدمان می‌دراید. 70 خانه zarar veriyor. 70 خانه Beyzat Aysa bir de bola uyup kuştankı ve loyu koyup ama o bolonu boru orada çıkışı amaç kuş oldu çok olmuş. Çok katvalı ve topçulu. حالا ضرردیدگان نمی‌دانند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. آنها با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند خواهش یارمندی کردند و انتظار هستند که زودتر زندگیشان را به مجرای پیشینه برمیگردانند. از حکومت شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا کمک به باشندگان این بنا را بررسی دارند، ولی معلوم نیست که چقدر مبلغ و کی اختصاص داده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.